ایجاد افغانستان خود تباه کردیم. نه کاش که افغانستان خود کوشش تباه بسیار کردم که صلح و آرامی به نتونسته. نه نشد که همکاری نکردن از زحمت ما خودم راضی نیستم که به قسمی که اوضاع آمدم و بسیار زحمت کشیدم. من حیث یک زن چقدر رنج میکشم از اوضاعی که پیش آمده. ما رنج میکشم که به میلیون ها دختر و زن افغان امروز به دست طالبان هستند. بسیار متاثر هستم. ما خودم از تعلیم بسیار استفاده کردیم. میخوام هر افغان است. شما نمیفهمیدین با آمدن طالبان اوتر یک وضعیت پیش میآید. امریکا خب فیصله کرد که برای کوشش ما بود که بین طالبان و دیگر افغان‌ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان‌ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد